به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. 5 نفری که در بهشت ملاقات می‌کنید. نویسنده میچ آلبوم هستش و مترجم خانم راضی عبدلی هست و این کتاب در سال 1397 توسط نشر روزگار در تهران چاپ شده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا درباره میچ آلبوم اطلاعاتی رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. میچ آلبوم نویسنده و روزنامه‌نگار امریکایی است. او مجری تلویزیون و رادیو و نوازنده هم هست. میچ آلبوم را بیشتر به خاطر داستان‌های الهام بخشی که درباره زندگی می‌نویسد می‌شناسند. علاوه بر کتاب حاضر، از آثار آلبوم می‌توان به نفر بعدی که در بهشت ملاقات می‌کنید، سه‌شنبه‌ها با موری و اولین تماس تلفنی از بهشت اشاره کرد. لطفاً با من همراه باشید تا گوشه‌هایی از این کتاب زیبا رو براتون بخونم. این کتاب با بقیه کتاب‌ها یک تفاوتی داره، اینکه از پایان آغاز میشه. فصل اول، پایان. این داستان درباره مردی به نام ادی است و از پایان آغاز می شود. آن هم با مرگ ادی در زیر آفتاب. شاید شروع یک داستان از پایان عجیب باشد، اما هر پایانی خود می تواند یک آغاز باشد و تنها در آن لحظه ممکن است متوجه آن نشویم. آخرین ساعت زندگی ادی مانند خیلی های دیگر در روی پیر، یک پارک تفریحی در کنار اقیانوسی خاکستری سپری شد. پارک جذابیت‌های معمول را داشت. گردشگاه، یک چرخ و فلک، قطارهای هوایی، ماشین‌های ضربه‌خور، دکه شکلات فروشی و دالانی که در آنجا میشد به دهان یک دلغک آب شلیک کنید. همچنین سواری تفریحی بزرگ و جدیدی به نام سقوط آزاد فردی داشت، جایی که قرار بود ادی کنار آن کشته شود، در حادثه‌ای که خبرش در روزنامه‌های سراسر ایالات پخش می‌شد. ادی در زمان مرگش پیرمردی قوزی، سفیدمو، با گردنی کوتاه، سینه‌ای پهن، سایدهای کلوف و خالکوبی محو شده‌ای از نشان ارتشی بر شانه راستش بود. حالا پاهای لاغر با رگ‌های برآمده داشت و زانوی چپش که در جنگ آسیب دیده بود بر اثر التهاب مفاصل از کار افتاده بود. برای راه رفتن از عصا استفاده می‌کرد. چهرهش بر اثر تابش آفتاب لکدار و زمخ شده بود. ریش خاکستری و فک پایینیش کمی برآمده بود و او را مغرورتر از آنچه احساس می‌کرد نشان می‌داد. سیگاری پشت گوش چپش می‌گذاشت و دسته کلیدی به کمربندش می‌آویخت. کفش‌های کف لاستیکی می‌پوشید و کلاه کهنه کتانی به سر می‌گذاشت. فرم قهوه‌ای رنگ رو رفته‌اش او را در هیبت یک کارگر نشان می‌داد. البته او واقعاً یک کارگر بود. شغل ادی رسیدگی به وسایل بازی بود که در واقع باید آنها را همیشه صحیح و سالم نگه می‌داشت. هر روز بعد از ظهر در پارک قدم می‌زد. هر وسیله بازی را از گردونه چرخشی گرفته تا لوله شیرجه بررسی می‌کرد. به دنبال تخته‌های شکسته، پیچ‌های شل و تسمه‌های فولادی فرسوده می‌گشت. گاهی می‌ایستاد، چشمانش تار می‌شد و عابران تصور می‌کردند اتفاقی افتاده، اما او در حال گوش دادن بود. همین. او می‌گفت بعد از این همه سال می‌تواند اشکالات، صدای توپ توپ و سر و صدای دستگاه را بشنود. ادی در 50 دقیقه مانده به پایان زندگیش بر روی زمین برای آخرین بار در روی پیر شروع به گشت زدن کرد و از کنار زوج سال خورده‌ای گذشت. به نشانه احترام دستی به سمت کلاهش برد و زیر لب گفت رفقا. آنها نیز مؤدبانه سر تکان دادند. مشتری‌های ادی را می‌شناختند، دست کم مشتری‌های همیشگی او را می‌شناختند. هر تابستان او را می‌دیدند. از آن چهره‌هایی بود که جایی را در ذهن ندایی می‌کرد. بر روی سینه لباس کارش برچسبی بود که روی آن کلمه ادی و زیر آن کلمه تعمیرکار به چشم می‌خورد. گاهی می‌گفتند سلام ادی تعمیرکار، هرچند این نام هرگز برایش جالب نبود. امروز اتفاقاً روز تولد 83 سالگی ادی بود. هفته گذشته دکتری به او گفته بود که به زنا مبتلا شده است. زنا؟ ادی هم حتی نمی‌دانست زنا چیست.
روزگاری آنقدر قوی بود که با هر دستش یکی از واگن‌های چرخ و فلک را بلند می‌کرد. البته خیلی وقت پیش. ادی منو بگیر، ادی منو بگیر. 40 دقیقه تا مرگ ادی باقی مانده بود. او راهش را به سمت قطار هوایی ادامه داد. دست کم یک بار در هفته سوار همه وسایل بازی میشد تا از استحکام ترمزها و فرمانها اطمینان یابد. امروز روز قطار هوایی بود و به این یکی قطار ترسناک میگفتند. بچه‌هایی که ادی را میشناختند با فریاد از ادی میخواستند که با او سوار گردونه شود. بچه‌ها ادی را دوست داشتند، اما نوجوانها نه. آنها سر او را به درد میآوردند. ادی در طی سالها نوجوانهای علاف و قرقروی بسیاری دیده بود، اما بچه‌ها با آنها فرق داشتند. بچه‌ها ادی را نگاه می‌کردند که با آن فک پایینی برآمده‌اش مثل دلفین انگار همیشه لبخند بر لب داشت. به او متکی بودند و به او روی می‌آوردند مثل دستان سردی که به سمت آتش کشیده می‌شود. پایش را بغل می‌کردند، با دست کلیدش بازی می‌کردند. ادی بیشتر هم هم می‌کرد تا آنکه با آنها حرفی بزند. او می‌دانست که چون زیاد حرف می‌زند بچه‌ها دوستش دارند. ضربه ملایمی بر سر دو پسر کوچکی زد که کلاه بیسبالشان را برعکس گذاشته بودند. به سمت گردونه قطار هوایی دویدند و خود را داخل گردونه انداختند. ادی عصایش را به متصدی سواری داد و خود را میان آن دو جای داد. یکی از پسرها فریاد میزد بزن بریم، بزن بریم. دیگری دست ادی را میکشید و روی شانه خودش میگذاشت. ادی میله سواری را پایین انداخت و همگی با صدای تلق تلق بالا رفتند. درباره ادی داستانی گفته میشد. در بچگی هنگامی که در همین اسکله زندگی میکرد درگیر نزاع خیابانی شد. 5 نفر از بچه‌های خیابان پیتکین برادرش جو را گیر انداخته بودند و قصد داشتند کتکش بزنند. ادی 1/4 راه آن طرفتر روی پله در جلوی در ایستاده بود و ساندویچ میخورد که فریاد برادرش را شنید. به سمت خیابان دوید. در یک سطح زباله را برداشت و چنان ضربه‌ای به 2 تا از پسرها زد که آنها را راهی بیمارستان کرد. پس از آن جو تا چند ماه با ادی صحبت نکرد. خجالت زده بود. او بچه اول بود، بزرگترین بچه، اما ادی مبارزه کرده بود. ادی بازم بریم؟ ادی خواهش میکنیم. 34 دقیقه به پایان عمرش مانده بود. میله چرخ گردان را بالا کشید. به هر یک از پسرها یک آب نبات چوبی داد. عصایش را پس گرفت و بعد برای فرار از گرمای تابستان و خنک شدن لنگ لنگان به سمت کارگاه تعمیرات رفت. اگر میدانست که مرگش نزدیک است شاید به جای دیگری میرفت. اما او کاری را کرد که همه ما انجام میدهیم. او طوری به انجام کارهای روزانه‌اش مشغول شد که انگار همه روزهای دنیا در راه است. کنار سینک مایع حلال یکی از کارکنان کارگاه، مردی دیلاق با گونه‌های استخوانی مشغول پاک کردن روغن چرخ بود. گفت هی ادی. ادی گفت بله دوم. کارگاه بوی خاکره میداد. سقفی کوتاه داشت و تاریک بود. دیوارهایی داشت که روی آن پر بود از تخته‌های سوراخ‌دار که مته‌ها، اره‌ها و چکش‌هایی از آن آویزان بود. قطعات اصلی سواری‌ها در همه جا به چشم می‌خورد. کمپرسورها، موتورها، کمربندها، چراغ‌ها و کله یک مجسمه دزد دریایی. روی یکی از دیوارها قوطی‌های خالی قهوه پر از میخ و پیچ قرار داشت و روی دیوار روبرو تعداد بیشماری از سطل‌های روغن روی هم انباشته شده بود. ادی میگفت روغنکاری خط راهن سواری به اندازه شستن یک بشقاب عقل می‌خواهد. تنها فرقش این است که در آخر کار کثیف‌تر می‌شوی، نه تمیزتر. و کار ادی همین بود. روغنکاری، تنظیم ترمزها، محکم کردن پیچ‌ها و بررسی صفحه کلیدهای برقی. او بارها از ته دل می‌خواست از اینجا برود، کار دیگری پیدا کند و جور دیگری زندگی کند، اما جنگ شروع شد و برنامه‌هایش هرگز به انجام نرسید. با گذر زمان کم کم موهایش سفید شد. شلوار گشاد می‌پوشید و باید این حقیقت را می‌پذیرفت که برای همیشه چنین می‌ماند. مردی با کفش‌های خاک گرفته در دنیای آکنده از خنده‌های بی‌معنی و از سوسیس‌های کبابی. ادی مثل پدرش و برچسب روی پیراهنش یک تعمیرکار بود. سرتعمیرکار، یا آنطور که اغلب بچه‌ها او را صدا می‌زدند، مرد سواری‌های در روبی پیر. 30 دقیقه مانده بود. دومینگز گفت
هی ادی تولدت مبارک. ادی فقط زیر لب قرولند کرد. نه یه مهمونی نه چیزی. ادی طوری به او نگاه کرد که انگار دیوانه است. لحظه ای با خودش فکر کرد که چقدر عجیب است آدم در جایی پیر شود که بوی پشمک می‌دهد. خب ادی یادت باشه من از هفته آینده مرخصیم. از دوشنبه میرم مکزیکو. ادی سر تکان داد و دومینگز از خوشحالی شروع به رقصیدن کرد. من و ترزا میریم دیدن خانواده. مهمونی. اما وقتی متوجه نگاه خیره ادی شد از رقصیدن دست کشید و گفت تا حالا اونجا بودی؟ کجا؟ مکزیکو. ادی هوا را از بینیش بیرون داد و گفت بچه من تا حالا به جز جایی که با تفنگ فرستادنم نرفتم. او دومینگز را تماشا کرد که به سمت سینک روغنکاری برگشت. لحظه ای فکر کرد، سپس یک دسته اسکناس مچاله از جیبش بیرون آورد، 2 تا 20 دلاری جدا کرد و آنها را به سمت دومینگز گرفت. ادی گفت بیا برای زنت یه چیز خوب بخر. دومینگز با دقت به پولها خیره شد. لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت هی مرد مطمئنی؟ ادی پول را به زور کف دست دومینگز چپاند. بعد برگشت به انبار. سالها پیش کف الوارها سوراخ کوچکی مخصوص ماهیگیری درست کرده بودند. ادی سرپوش پلاستیکیش را برداشت و طناب نایلونی که حدود 25 متر در دریا بود را بالا کشید. هنوز یک تکه کالباس به آن وصل بود. دومینگز داد زد چیزی گیرمون اومده؟ بگو که یک چیزی گرفتیم. ادی تعجب کرد که این پسر آنقدر میتوانست خوشبین باشد، چون هیچ وقت چیزی سر طناب نبود. دومینگز داد زد بالاخره یه روز یه هالبوت میگیریم. ادی زیر لب گفت آره حتما، گرچه میدانست نمیشود ماهی به آن بزرگی را از سوراخ به آن کوچکی بیرون کشید. 26 دقیقه از زندگی او مانده بود. ادی پیاده رو را تا انتهای جنوبیش طی کرد. کار و کاسبی کساد بود. دختر متصدی دکه شکلات فروشی به پیشخوان لم داده بود و آدامسش را باد میکرد. زمانی روی پیر گردشگاه تابستانی بود. چند فیل داشت و در آن آتش بازی میکردند و مسابقات 2 ماراتون در آن ترتیب میدادند. به هر حال حالا دیگر مردم زیاد به گردشگاه‌های کنار اقیانوس نمی‌رفتند. بیشتر به شهر بازی‌هایی می‌رفتند که بابت بلیت ورودی 75 دلار می‌گیرند و در آنجا می‌توان با آدمکی بزرگ و پشمالو عکس گرفت. ادی همانطور که به چند نوجوان که به نرده‌ها تکیه داده بودند چشم دوخته بود، لنگ لنگان به سمت ماشین‌های ضربه‌خور رفت و با خودش گفت همین رو کم داشتم. ادی با اعصاب نرده‌ها زد و گفت بیایید کنار، اونجا امن نیست. پسرها به هم نگاه کردند. یکی از آنها که نوار نارنجی دور سرش بسته بود به ادی نیشخند زد و روی ریل وسط پا گذاشت و در حالی که برای بچه‌های کم سن دست تکان میداد فریاد زد بچه‌ها بیاین منو بزنین به. ادی با عصا چنان ضربه محکمی به نرده‌ها زد که نزدیک بود عصایش 2 نیم شود. بزنید به چاک. پسرها پا به فرار گذاشتند. درباره ادی داستان دیگری هم میگفتند. وقتی سرباز بود بارها در جنگ شرکت کرده بود. او شجاع بود. حتی مدال هم گرفته بود. اما در اواخر خدمتش با یکی از افراد خودشان درگیر شد و این کارش باعث شد تا زخمی شود. کسی نفهمید چه بر سر آن یکی آمد و هیچ وقت هم نپرسید. 19 دقیقه از عمرش باقی مانده بود. ادی برای آخرین بار روی یک صندلی آلومینیومی کهنه در ساحل نشست. بازوهای کوتاه و عضلانی خود را مثل باله‌های خوک آبی بر سینه‌اش جمع کرده بود. پاهایش از تابش آفتاب قرمز شده بود و بر زانوی چپش هنوز جای زخم دیده می‌شد. در واقع جسم ادی بیشتر نشان می‌داد که سربازی جان به در برده است. انگشتانش بر اثر شکستگی‌های متعدد توسط دستگاه‌ها به زوایای غیر طبیعی خم شده بود. بینیش چندین بار در درگیری‌هایی که آن را درگیری‌های میخانه مینامید شکسته شده بود. صورتش با فک برآمده شاید مانند چهره مشت‌زنی حرفه‌ای که چندین ضربه بخورد زمانی جذاب بود. حالا ادی فقط خسته به نظر می رسید. اینجا محل همیشگی او در روی پیر بود. پشت وسیله سواری به اسم خرگوش بزرگ امریکایی که در دهه 1980 اسمش آذرخش بود قرار داشت. البته قبل از آن سواری مارماهی فولادی در 1960 تاب آبنبات چوبی و در دهه 50 وسیله سواری دیگری آنجا بود. در آن مکان بود که ادی با مارگریت آشنا شد. در هر زندگی تصویری از عشق واقعی وجود دارد. برای ادی این تصویر در یک شب گرم ماه سپتامبر بعد از یک طوفان تند رخ داد. مسیر اسکله خیس و لغزنده شده بود.
دختر پیراهن کتانی زرد رنگ پوشیده و گیره صورتی به موهایش زده بود. آن شب ادی زیاد صحبت نکرد. حس می‌کرد از فرط هیجان زبانش به دندانهایش چسبیده است. آنها با آهنگ گروه موسیقی رقصیدند. ادی برایش لیموناد خرید. دختر گفت قبل از آنکه پدر و مادرش عصبانی شوند باید به خانه برگردد. وقتی دور شد برگشت و برای ادی دست تکان داد. این همان تصویر بود. هرگاه به او فکر می‌کرد تصویری در نظرش مجسم می‌شد که برای او دست تکان می‌دهد و موهای سیاهش روی یک چشمش افتاده و دوباره همان فوران عشق واقعی را احساس می‌کرد. آن شب که به خانه آمد برادر بزرگترش را از خواب بیدار کرد. به او گفت با دختری آشنا شده که قصد دارد با او ازدواج کند. برادرش زیر لب قران کنان گفت ادی برو بگی بخواب. بورش موجی به ساحل کوبید. ادی سرفه کرد و چیزی را که نمیخواست ببیند به بیرون توف کرد. بورش بیش از این عادت داشت که زیاد به مارگریت فکر کند، اما حالا دیگر چندان این کارا نمیکرد. مارگریت برای او مثل زخمی کهنه زیر پانسمانی کهنه بود و او بیش از پیش به پانسمان عادت کرده بود. بورش زونا چی بود؟ بورش 16 دقیقه دیگر از عمرش باقی مانده بود. هیچ داستانی به حال خود نمیماند. گاهی داستانها در جایی به هم میخورند و همدیگر را کاملا پوشش میدهند، مثل سنگ‌های ته رودخانه. پایان داستان ادی به داستان ظاهراً بی تقصیر دیگری مربوط بود. ماها پیش در شبی ابری جوانی با 3 نفر از دوستانش به روی پیر رسید. جوانی که نیکی نام داشت رانندگی را تازه شروع کرده بود و هنوز عادت نداشت دست کلید را با خودش حمل کند. بنابراین فقط کلید ماشین را برداشت و در جیب ژاکتش گذاشت و ژاکت را دور کمرش بست. در چند ساعت بعد او و دوستانش سوار سریع و سیرترین سواری ها شدند. شاهین پرنده، آب فرود، سقوط آزاد فردی و قطار هوایی ترسناک. یکی از آنها فریاد میزد، دستها بالا تو هوا. همگی دستهایشان را بالا بردند. ساعتی بعد وقتی هوا تاریک شد خسته و خندان در حالی که از لیوان‌های کاغذی آبجو می‌نوشیدند به محوطه پارکینگ برگشتند. نیکی دستش را در جیب ژاکتش فرو برد. هرچه گشت کلید را پیدا نکرد. زیر لب ناسزا گفت کلید گم شده بود. 14 دقیقه تا مرگش مانده بود. ادی پیشانیش را با دستمال پاک کرد. الماس‌هایی از انوار خورشید بر سطح اقیانوس می‌رقصیدند و ادی به حرکات پرشتاب و تند آنها زل زده بود. از زمان جنگ به بعد دیگر نتوانست درست روی پاهایش راه برود، اما هنوز به گذشته، به شبی که با آهنگ آن گروه موسیقی با مارگریت رقصیده بود فکر می‌کرد. ادی هنوز شور و شعف داشت. چشمانش را بست و سعی کرد آهنگی را به خاطر آورد که آنها را به هم نزدیک کرده بود. آهنگی که جودی گارلند در فیلمی خوانده بود. حالا آهنگ در ذهنش با هیاهوی امواج و سر و صدای کودکان در هم آمیخته بود. تو مرا واداشتی دوستت بدارم. بورش من نمیخواستم. شلپ شلپ دوستت دارم. ای همیشه میدانستی. چش 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 این را میدانستی. ادی دستهای او را بر شانه خود احساس کرد. چشمانش را محکم بست تا آن خاطره را نزدیکتر بیاورد. 12 دقیقه به پایان زندگیش مانده بود. ببخشید، دخترکی شاید 8 ساله در برابرش ایستاده و جلوی نور آفتاب را گرفته بود. دخترک موهای بور و مجعدی داشت. دمپایی لاانگشتی، شلوار جین کوتاه و یک تیشرت سبز کمرنگ داشت که بر سینه‌اش عکس اردک بود. فکر کرد شاید اسمش امی باشد. امی یا آنی. تابستان‌ها زیاد به آنجا می‌آمد. هرچند ادی هیچگاه پدر یا مادرش را ندیده بود. دوباره گفت ببخشید، شما ادی تعمیرکار هستی؟ ادی آهی کشید و گفت فقط ادی. ادی میتونی برام یه چیز درست کنی؟ طوری دستهایش را به هم چسبانده بود که انگار دعا میخوان. میتونی برام یه حیوان درست کنی؟ میتونی؟ ادی نگاهی به بالا کرد. انگار باید درباره‌اش فکر میکرد. سپس دستش را در جیب پیراهنش فرو برد و 3 پیپ پاک‌کن زرد که برای همین منظور با خودش داشت بیرون آورد. دختر در حالی که از خوشحالی دستهایش را با هم میکوبید گفت آخ جون. ادی پیپ پاک‌کن‌ها را به هم پیچاند. پدر و مادرت کجان؟ توی سواری‌ها. بدون تو؟ دختر شانه‌ای بالا انداخت و گفت مامانم و دوست پسرش. ادی نگاهی به او کرد. چند گره کوچک به پیپ پاک‌کن‌ها زد و سپس آنها را در هم پیچاند. دستانش می‌لرزید.
بیشتر از قبل باید وقت صرف این کار میکرد، ولی طولی نکشید که پیپاکونها شبیه سر، دوتا گوش، تن و دم شدند. دخترک گفت خرگوش؟ ادی چشمک زد. خیلی ممنون. از آنجا دور و در مکانی که حتی بچه‌ها از حرکات پاهایشان خبر ندارند گم شد. ادی دوباره پیشانیش را پاک کرد، سپس چشمانش را بست و در صندلی ساحلیش فرو رفت. سعی کرد دوباره آهنگ قدیمی را در ذهنش بیاد آورد. یک مرغ دریایی پرواز کنان بالای سرش صدا می‌کرد. انسان‌ها چگونه آخرین کلماتشان را انتخاب می‌کنند؟ آیا جاذبه آن را احساس می‌کنند؟ آیا آن کلمات باید عاقلانه باشند؟ ادی تا سن 83 سالگی تقریباً همه عزیزانش را از دست داده بود. بعضی از آنها در جوانی فوت کرده بودند و بعضی هم این شانس را داشتند که پیش از مرگ بر اثر بیماری یا تصادف بیشتر عمر کنند. ادی بیادش آمد که در مراسم خاکسپاری عزاداران میگفتند انگار خودش میدونست که قراره بمیره. ادی هیچگاه به گفته آنها اعتقادی نداشت تا آنجا که او میدانست هنگامی که زمان مرگ فرا برسد میرسد. شاید موقع رفتن یک حرف عاقلانه بزنید، اما شاید هم حرف احمقانه‌ای بر زبان بیاورید. جهت اطلاع آخرین کلمات ادی کنار بروید خواهد بود. اینها صداهایی هستند که ادی در آخرین دقایق زندگیش بر روی زمین شنید. برخورد امواج دریا، صدای موسیقی در دوردست، صدای موتور هواپیمایی دوباله که یک آگهی را به دنبالش می‌کشید. همین. آه خدای من، نگاه کن. ادی احساس کرد که چشمش زیر پلکش پرید. پس از آن سالها دیگر تمام صداهای روی پیر را شناخته بود و می‌توانست مثل لالایی با آنها بخوابد. اما این صدا لالایی نبود. آه خدای من، نگاه کن. ادی از جا پرید. زنی با بازوهای چاق در حالی که کیسه‌های خرید در دست داشت به بالا اشاره می‌کرد و فریاد می‌زد. جمع کوچکی دورش جمع شده و نگاهشان را به آسمان دوخته بودند. ادی فوراً آن را دید. بالای سقوط آزاد فردی در وسیله جدیدی که سقوط برج نام داشت، یکی از گردونه‌ها که انگار می‌خواست بارش را خالی کند به یک سمت کج شده بود. 4 سرنشین آن، 2 مرد و 2 زن، تنها میله ایمنی را نگه داشته بودند و دیوانه‌وار سعی می‌کردند به هر چه که دستشان می‌رسد چنگ بزنند. زن چاق فریاد زد: اوه خدای من، اونا دارن میافتند. صدایی در دیسیم روی کمربند ادی پیچید. ادی دکمه‌ها را فشار داد. دینم، نگهبان رو خبر کن. مردم از سمت ساحل می‌دویدند و طوری آن نقطه را نشان می‌دادند که انگار مشقی بود که آن را تمرین کرده بودند. نگاه کنید، اون بالای سواری جنی شده. ادی عصایش را برداشت و در حالی که دست کلیدش چرینگ چرینگ می‌کرد به طرف حفاظ دور سکو رفت. قلبش تون می‌زد. سقوط آزاد فردی داشت گردونه را در فرودی دلآشوب کننده به پایین پرتاب می‌کرد که در آخرین لحظه تنها مانعش فوران جریان هوای هیدرولوژیکی بود. چطور یکی از گردونه‌ها اینطور شل شده بود و گردونه در حدود 1 متر از زیر سکو کج شده بود؟ انگار به سمت پایین آمده و بعد متوقف شده بود. ادی به محل ورود و خروج رسید، اما مجبور شد بایستد تا نفسش جا بیاید. دومینگز که دوان می‌آمد به ادی تنه محکمی زد. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. کتاب جالبی هستش. اگر هوس کتاب خوندن به سرتون زد، این هم جزء لیستتون باشه. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.